خدا گایز، اسم من فراز و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و جذاب و خفن دیگه. بچه تو این ویدیو میخوایم بریم ریاکت کنیم به یه ستونی که آیدی پیجش اینجا میاد، به علاوه اینکه تمام لینک های یوتیوب چنلش و پیج اینستاگرامش تو دیسکریپشن هست و میتونید برید و خودتون ویدیو رو ببینید. من چرا ویدیو این ستون رو واسه ریاکت انتخاب کردم؟ چون اسکول به همین راحتی. جدا از حرف ستون گنگمون که الان زر زد، ببخشید من نباید حرف بد بزنم، بوق میذارم. ولی خب آره میگفتم ویدیوهای این ستون رو برای این انتخاب کردم چون به شدت جون میده بشینی نگاه کنی، یه ذره چیل کنی، بخندی و خب یه تایم خوبی رو بگذرونی به دور از دغدغه. مگه تو ایران به دور از دغدغه چیزی هم داریم؟ خب حالا اینا حاشیه است، با اینا کاری نداریم. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. وایسید صبر کنید. قبل رفتن یادتون نره چنل من سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و واسه دوستاتون هم شیر کنید اگه دوست داشتید که همگی با هم ببینیم، خوش بگذرونیم. یا آقا می‌خوایم چیل کنیم، کلا سیستم همینه. بزنید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. باشه کس میکروفون داره؟ هیچ کس میکروفون نداره؟ الو. خب اوکیه. کسی نداره. سلام بچه‌ها. سلام، چطوری؟ شماره بدم؟ تفنگمو میخوای؟ الو صدا میاد. بازی میخوای تفنگمو بگی. 0919 لاشیون برداره شماره رو میگه. پنیر چی شده؟ بچه‌ها ویدیوی اول خوب بود، صادقانه همینه. یعنی نه به اون موقع که اصلا گیمر دختر قابل قبول نبود برای جامعه و همه میگفتن نوبی، نه به الان که اصلا واویل. حالا خیلی ربطی به این ویدیو نداشت ولی خب حتی گیمم بود دختر میده. چه جمله تباهی بود. این دیگه چجوریشه؟ گوشی چقدر سمه. این باید بچرخونی فقط کیبوردش رو ببینی، بعد این وای صفحش هم که کوچیکه چی رو میخوای ببینی. مایکروسافت نوکیا 728 کیبوردش کجاست؟ خب نوکیا یه مدل همین شکلی داشت ولی کیبوردش پایین. آره همه باش خاطره دارن. چرا همه گوشی عجیب غریب واسه نوکیاست. بازم نوکیا اینو یادمه. N93 این اتفاق خیلی من ندیدم. این با مزه است. AT&T پنتک هیچ کدوم به کاربردی بودن فکر نکردم و یه چی دادم بیرون که شاید بگیره، شاید به خاطر خدایی یه سری بخرم. قبول دارم صادقانه این شکلیه با مزه است. ولی چه خبرش هم تو میخوای این همه طرف میچرخه موتورولا شبیه آتاری دستی. او این صفحه شیشه ایه. این جذابه. سونی اریکسون یکی شبیه سیگاره. اینو ببین این خیلی خوبه. جذابه. $209 تو آمازون. اینو بگیری فقط دکوری بذاری یه گوشه. واقعا بچه یه چیزی راجع به گوشی ها بگم قبل از اینکه این بحث گوشی لمسی اصلا وارد بازار شه. خب قول صنعت گوشی و تلفن همراه نوکیا بود و خب میدونی خیلی چیز جدیدی برای ارائه نداشت ستون گنگ و میومد چیکار میکرد؟ طرح فضایی میداد که بخرن دیگه، همه قشری و تحت پوشش قرار بده هر نوع تفکری راجع به دیزاین گوشی که نتیجه شد این طراحی‌های سم و شتی که الان دیدیم. بفرمایید. یه چند تا تغییر تو لوگو میخواستم. باشه لوگو رو بفرستید ببینم. بفرمایید. میخواستم رنگ لوگو رو آبی کنید و یه خورشید هم بالاش اضافه بشه. این که لوگو گوگله. خب دیگه گوگل واسه منه. وای من خودم یه تایم زیادی طراحی کار کردم، طراحی لوگو و کاور و اینجور چیزا و خب میدونی تا حالا این اتفاق برام نیفتاده. ولی خب حالا جدا از این بس فکر کن بری واسه یکی یه لوگو بخوای طراحی کنی بعد یارو خیلی بدقلق باشه هستن این مشتری، مثلا حال نده بهتون، پول خوبی هم میگفته ولی حال نده بهتون، نکنید و یهو فردا روز یه برند خیلی گنده شه. میدونی یه ذره تو مخی داره، یه ذره فشار داره ولی خب اوکیه. خب ایلان ماسک جذابه. واسه تو چی کار کردی؟ گفتم گوگل رو خریدم و میخوام براش یه لوگو جدید طراحی کنی. گوگل کرد. خب مثل این که واقعا خریدی.
چه عکسی. چه کمکی از دستم برمیاد؟ اینو میبینی؟ آره. زشته نه؟ نه. میخوام دقیقا هر تغییری که بهت میگم رو انجام بدی. امیدوارم کپی رایت نخوریم سر این موزیک، ذره حرف بزنیم آخرم میخوریم. آفرین عالیه، واقعا زیبا شد الان. یه تسلا گذاشته بود اصلا سم. آقا بعد از اینکه ایلان ماسک توییتر رو خرید و یه ذره تر زد توش، فکر کنم این حجم کلیپ حالا فقط راجع به کامیونیتی ایران و زبان فارسی نیستش، تو خارج از ایران هم کامیونیتی انگلیسی و یوتیوب انگلیسی و بین المللی خیلی نچرخید، بین المللی آره خیلی دارن راجع به این قضیه میم میسازن، ویدیو میسازن و خب میدونی تباهه. اتفاقا امروز صبح داشتم یه بای بای. خب بفرمایید. یه ناشناس دیگه. تو باز کنی من بیام تو؟ شما؟ نمیشناسی؟ نه پس نمیشه. اومدم تو. خب پرسیدن چی بود؟ خب چرا تلفنی هنوز دارید حرف میزنید؟ هیچی هم نداری که در سه گفته کردی. دیگه ببخشید. 1000 تومن برات گذاشتم رو میسالا. مرسی لطف کردی. میگم در شکستی نمیخوای درستش کنی؟ نه بذار باز بمونه، بازم بهت سر بزنم از گشنگی نمیری. خونت خالیه کلا. این گرفتم. چجوری تنظیمش کنم؟ 5 صبح بیدارم کنه. شوخی میکنی دیگه. آره 5 نمیتونم پاشم، واسه 9 میخوام. نمیتونی ساعتش عوض کنی چون ساعت خواب نیست. پس چرا هر روز 4 صبح داد میزنه؟ خروست کارش همونه. ببین یه ایده. قرص خواب‌آور میتونه باشه. صدا میکنه دیگه. آره کشی. اگه بهش قرص خواب بدم چی؟ اونطوری ممکنه به جذابه پاشه. ایده جذابیه. من دوست دارم. ولی دوست دارم بدونم چی میشه اگه این کارو کنی. منم دوست دارم. میگم مرد. خیلی جذابه. اینم بالاخره یه جورایی دغدغه که نه، از سختی های یوتیوب دیگه. یهو میای مثلا اسکرین رکورد رو روشن میکنی، بعد 2 دقیقه رکورد میبینی حافظه نداری، حالا برو حافظت رو خالی کن. بچه‌ها نصیحت من به شما، هیچ وقت گوشی 64 گیگ نگیرید، نتیجه‌تون میشه من، بدبختی، فلاکت.